سلام، به پادکست پتوس خوش اومدید. من حمیده هستم و توی هر قسمت از این پادکست حدود نیم ساعت با همدیگه کتاب میخونیم. این بار به سراغ کتاب شما که غریبه نیستید از آثار آقای هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده ناماشنای کودک و نوجوان ایرانی میریم. شما که غریبه نیستید، نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، قسمت 11. توی سیرج جشن است، نیمه شعبان است، همه توی میدانگاهی جلوی حمام جمع می شویم. شب است، به شاخه های درخت بزرگ توت چراغ دستی آویزان کردند. دم دکانها، آسیا و حمام پارچه های رنگارنگ و چیندار آویختند. چراغ توری هم هست. چراغ توری ها را چند نفر سر دست گرفتند. همه جا نور است. نور چراغ‌ها به پارچه‌های سرخ و زرد و چیت‌های گلدار می‌خورد. چیت‌ها گل‌های درشت و رنگارنگ دارند. طاق هم هست. طاق چارچوبی بزرگ است. روی چهارچوب پارچه انداختند. پیچانده‌اند و روی پارچه‌ها دسته‌های سبز مرد چسبانده‌اند. عبدال و عباس زیر طاق کشتی می‌گیرند. پاچه‌های شلوارشان را بالا زده‌اند. لنگ و پاچه‌های هم را گرفتند و هی زور می‌زنند. کمر هم را چسبیدند و زور میزنند که پاهای یکدیگر را از زمین بکنند. جماعت هلهله می کند. بعضی ها طرفدار عبدال و بعضی ها طرفدار عباس که جوانند و پرزور. دخترهای دم بخت وقت پیدا کردند و بلند بلند می خندند. ایراد ندارد. جوانها زیر چشمی نگاهشان می کنند. من دست ننه بابا را گرفتم و به زور کشاندمش آنجا. همه احترامش را دارند. زنها که جلوی حمام جای خوبی نشستند تعارفش می کنند. بین خودشان می نشانند. من و احمد کنار هم می ایستیم و تماشا می کنیم. عبدالعباس را زمین می زند و همه برایش کف می زنند و می خندند. شب خوبی است. از صبح سفید مهره زدند که همه بیایند. سفید مهره صدف بسیار بزرگی است که هر وقت می‌خواهند همه را جلوی حمام جمع کنند، کسی می‌رود روی بام مسجد و در آن می‌دمد. فوت می‌کند. صدای هوی بلندی از آن در می‌آورد و همه خبردار می‌شوند. زینول شکم به آرام می‌شود. آدم گنده و بامزه است. شکمش گنده است. عینه‌هو طبل. روی شکمش صورت آدمی با مرکب کشیدند. چشم و ابروی آدم بالای شکم است. دماغ پت و پهن بین چشمها روی شکم آویزان است. دهان آدم ناف زینول است. جوری دهان را روی ناف کشیدند که قلمبه سر ناف مثل زبان است. یدالله تنبک میزند و زینول همراه با صدای ضرب شکم لخت و گندش را میرقصاند. سعدالله چراغ توری را جوری سر دست گرفته که همه شکم زینول را ببینند. انگشت‌های تنبک زن روی پوست تنبک میرقصد و ضرب میزند. رام درام رم، رام درام رم، رام درام رم ریم دیریم. به نقش روی شکم خیره میشوم. چشم و ابرو روی پوست چروکیده و باد کرده شکم نرم و لرزان می جنبد. بالا و پایین می پرد. ابروها باز و دراز می شوند. سیاهی چشمها چپ و راست می روند. لوچ می شوند. دماغ دراز روی شکم بالای ناف کج و کوله می شود. ول می شود. می لرزد. دهان انگار آلو ترش خورده لب و لوچه را به هم می کشد. قنچه می کند و زبان کوچک و گرد و قلمبه را بیرون می پراند. تو می کشد و قورت می دهد. باز می پراند. جماعت همپای صدای تنبک دست می زنند و دم می گیرند. اشکمبه آرا کرده، دلمو تسلا کرده. نوبت به غلامرضا باغبان کلانتری می رسد که سوزن املیسی شود. لاغر و خشک و قد بلند است. خودش را شکل انگلیسی ها درآورده. ریشه بزی درازی گذاشته. با شیره چسبناک تنه زردالو پشم گوسفند را به چانه‌اش چسبانده. سوزن املیسی شده. قبای زرد و کهنه و تنگی پوشیده.
به کمرش روی قبا ریسمانی بسته. کلاه انگلیسی گذاشته. تفنگ چوبی به دست گرفته و میرقصد. از دهانش صداهایی که آهنگ خارجی دارند در می آورد. همراه با صدای تنبک غر می دهد. چوب را عصا می کند. چماق می کند. تفنگ می کند. نشانه می رود. چوب دست چوپانی می کند. پی گوسفندان می رود. مثلا انگلیسی بلغور می کند و با صدای ضرب غر می دهد. چشم و ابرو می آید. با دهان صدای تفنگ و باد شکم در می آورد و سر هر غر و غمیش می گوید ای سوزن انبلیسی و انبلیسی. جماعت همپای صدای تنبک کف می زنند و گفتار آهنگین غلامرضا را تکرار می کنند و دم می گیرند. ای سوزن انبلیسی و انبلیسی. شب روستا خوب و پر از شادی است. نوبت آتش بازی است. جوانهای آبادی پارچه های کهنه را به هم پیچیدند، گرد کردند عین توپ بزرگ. از صبح گذاشتند توی نفت که خوب خیس بخورد. میدان را خالی می کنند. زن و بچه ها و چراغ ها را دور می کنند. توپ بزرگ و پارچه‌ای و خیس از نفت را آتش می زنند. به طرف هم می پرانند. توپ آتش گرفته. توی تاریکی شعله می کشد. توی هوا می پرد. دست به دست می شود. به هر جوان که می رسد زود آن را از خود دور می کند. می پراند طرف دیگر. صدای هلهله از جماعت بلند می شود. زنها و دخترها جیغ می کشند. ما هم جیغ می کشیم. الکی. جیغ ترس نیست. جیغ شادی است. توپ آتش گرفته از روی سر از بغل گوشمان رد می شود. توپ نیست. گلوله آتش است که شعله هایش دم به دم زیاد می شود. پارچه رویی می سوزد و می افتد و پارچه زیرش آتش می گیرد. بازی هیجان انگیزی است. پیرمردها دلواپسند. پیرزنها زیر لب دعا می خوانند. گلوله آتش توی درخت توت می رود. از روی شاخه ها رد می شود و می افتد. می افتد جلوی پای من. خم می شوم برش دارم که صدای ننه بابا را می شنوم. دست نزن هوشو. دلم می خواهد من را هم بازی بدهند. من هم توپ آتش را به هوا بپرانم. نمی گذارند. روز بعد همین کار را می کنم. وقتی ننه بابا رفته است خانه جان بیبی و پدرم نیست، من و احمدو شلوار پاره پورم را توپ می کنیم. احمدو نفت می ریزد رویش. توپ را آتش می زنیم. توپ آتش می گیرد و شعله می کشد. توپ شعله‌ور را می پرانم هوا. احمدو تو هوا می گیردش و پرت می کند طرف من. می گیرمش. دستم می سوزد. می اندازمش هوا. با تمام زور می پرانمش بالا. توپ می رود و می افتد روی کوار که از شاخ و برگ خشک چنار درست شده. جلوی اتاقها داربست است و روی داربست شاخ و برگ که اول تازه بودند و حالا خشک شدند. تابستان زیر کوار خنک است. تخت چوبی بزرگی زیر کوار داریم که رویش می خوابیم. توپ توی برگ ها و شاخه های خشک گیر می کند. کوار آتش می گیرد. صدای جرق و جروق سوختن چوب ها و برگ ها از میان شعله های آتش می آید. برگ نیمه سوخته و چوب های نیمه سوخته پایین می افتند. می افتند روی تخت چوبی. روی رخت خواب پیچیده توی چادر شب. دست پاچه می شوم. من و احمدو دست پاچه می شویم. نمی دانیم چه کنیم. این طرف و آن طرف می دویم. سقف کوار بالاست. کاسه کاسه آب به هوا. به سقف کوار می پاشیم. آب به کوار نمی رسد. پیتی پر از آب می کنم و از پله ها بالا می روم. می روم روی بام. آب را می ریزم روی کوار. روی آتشی که شعله می کشد و هر دم شعله ها زیاد می شود. احمدو را صدا می کنم. جواب نمی دهد. جیغ می زنم. احمدو آب بیار بالا. صدایی نمی آید. احمدو رفته است. ترسیده. در رفته. تنهایم. از صدای جیغ من، از بوی سوختن چوب و برگ ها، از شعله های آتش که به آسمان می رود، همسایه ها خبردار می شوند. خدیجه همسایه من می دود و می آید. بعد بچه هایش، بعد رخساره دختر عموی پدرم.
اول تخت چوبی و رخت خواب را که دارند آتش میگیرند از زیر کوار بر میدارند. بعد آب میپاشند به کوار. از بالا و پایین آب میریزند. آتش خاموش میشود. دود خیس با بوی چوب و پارچه نیمه سوخته و بوی نفت توی خانه میپیچد. میلرزم و میترسم. آب دهانم خشک شده. نمیدانم چه کنم. در میروم. میروم لب رودخانه. از کنار رودخانه بالا میروم. نمیدانم کجا بروم. کجا قایم شوم. تا بالای آبادی میدوم. میروم خانه عموی مادرم که تابستانها میآید سیرج. زنش ربابه که رنگ و حالم را میبیند میپرد و بغلم میگیرد. کجا بودی؟ کتک خوردی؟ الهی بمیرم. چرا این بچه بی مادر رو انقدر میزنن؟ مادرتو کشتن، حالا نوبت تو شده؟ عمو توی درخت انجیر است. دارد انجیر میچیند. ربابه صدایش میکند. بیا ببینیم بچه رو به چه روزی انداختن. بعد رو به من میکند. چرا بوی نفت میدی؟ آستین پیراهنم را میبیند. چرا آستینت سوخته؟ ننه بابات میخواست آتیشت بده؟ هیچ چیز نمیگویم. مینشینم کنار جو. به صورتم آب میزنم. عمو از درخت پایین میآید. چی شده هوشنگ؟ خانواده مادرم به هوشو نمیگویند. هوشنگ میگویند. ربابه پیراهن گل و گشاد و کهنه عمو را میدهد که بپوشم. شب توی خانه عموی مادرم میمانم. میخوابم. مگر خوابم میبرد؟ از آتش زدن خانه من هیچ نمیگویم. همش به خانه من و ننه بابا فکر میکنم. خدا رو شکر که عموی مادرم با ننه بابا و اصلا قوم و خویش‌های پدرم نزدیک نیستند. رفت و آمد ندارند. تا صبح آسمان را نگاه میکنم و ستاره ها را. تا خوابم میبرد آتش سوزی را خواب میبینم. از خواب میپرم. هوا دارد روشن میشود که بلند میشوم و به طرف خانه من میدوم. از بالای دیوار سرک میکشم. ننه بابا را میبینم که سر جو دارد وضو میگیرد. تخت زیر کوار است. برگ‌های سوخته بغل باغچه جمع شده. ننه بابا سر نماز است که از دیوار میپرم توی خانه. چوبی بر میدارم میگذارم بغل سجاده‌اش و خودم کنار سجاده مینشینم. نمازش که تمام میشود نگاه هم میکند. به چوب اشاره میکنم. بزن، منو بزن. اینم چوب. سرم را پایین میاندازم. میگوید دیگه چیکار میخوای بکنی؟ خونه رو آتیش زدی. اگه همسایه ها نبودن میدونی چی میشد؟ حرف نمیزنم. حرفی ندارم که بزنم. میگوید آخر عمری افتادم دست تو و پدرت. کاش میمردم و راحت میشدم. تا صبح چشمم به در بود. میدونستم کجا هستی. خبر آوردن که تو رو توی رودخونه دیده بودنت که میرفتی خونه عموی مادرت. فکر نکردی من چه حالی دارم؟ بچه مردمی، بچه ما نیستی. از قدیم گفتن فرزند کسان نمی کند فرزندی گر طوق طلا به گردنش میبندی. همیشه هر وقت از دست من هرس میخورد این شعر را میخواند. راه رفت و غر زد، حرف زد، نالید، به بخت خودش نفرین کرد و از پیشانی بد و سرخوری و ظلم من ناله کرد. سرزنشم کرد، وضع پدر و مادرم را به رخم کشید. برگ‌ها و چوب‌های نیمه سوخته را جمع کردم. حیاط را آب و جارو کردم. رفتم لب رودخانه، شاخه بید و چنار آوردم و انداختم روی داربست. سوراخی که آتش گرفته بود پوشاندم. بچه خوبی شدم. پدرم که آمد همراهش رفتم توی باغ زینول. علف‌های هرز و خودروی زیر درخت‌ها را کندیم. بغل کردیم و آوردیم برای گاو. خبر آتش زدن خانه توی سیرچ میپیچد. دهن به دهن میگردد. هر کس مرا میبیند چپ چپ نگاهم میکند. سرتکان میدهد و دلش برای بیبی زن خان ننه بابام میسوزد. زنهای روستایی قوم و خویش‌ها نفرینم میکنند که به زمین گرم بخورم. در خانه تخت مردشورم بشود. کل محمود مردشور برود روی تخت و با پا به شکمم بکوبد. لگد بزند به شکمم تا همه راحت شوند. و من از این همه محبوبیت و دلسوزی نمیدانستم چه کنم. احمدو زده به چاک.
غیب شده از ترسش. سبوی تازه برمی‌دارم و میروم سر جویی که از میان باغ هاشم رد می شود. کنار جوی بوته کمبوزه‌ای سبز شده. از اولی که چند گل داده است رفتم توی کوکش. حالا یک کمپوزه دارد که ما به آن کرکو میگوییم. هر وقت میروم آب بیاورم بهش سر میزنم. آرزو دارم زودتر بزرگ شود و رسیده شود تا حسابش را برسم. توی آبادی ما همه جور میوه‌ای هست الا خربزه و هندوانه. عمل نمی آید. نمی کارند. تابستان گاه گداری دم حمام و مسجد و لب رودخانه خربزه و هندوانه می فروشند. از روستاهای دوروبر می آورند. خربزه های بلند و کشیده که ردردهای زرد دارند. خوشمزه و شیرینند. دستمان نمی رسد که خربزه بخریم. خربزه خیلی دوست دارم. اما اسدالله تابستان که از کرمان آمد با خودش 2 خربزه کویری آورد. خربزه های کویری بسیار بزرگ و تقریباً گردند. رنگشان زرد تند است و روی پوستشان نقش و نگارهای ریز و هم شکل دارد. خربزه ها را که بزرگترها و مهمانها می‌خورند، ته پوستشان نصیب ما بچه‌ها می‌شود. پوست را دندان می‌زدم و با کیف می‌خوردم. سر دماغ و لب‌هام خربزه‌ای می‌شد. آنقدر دندان می‌زدم که نوک دندانهای تیزم از آن ور پوست بیرون می‌زد. حالا توی باغ هاشم کمبوزه‌ای بود که میشد خوردش. کرکو داشت چاق میشد و رنگ میگرفت. اگر غفلت کنم و کار را از امروز به فردا بگذارم از دستم میرود. دور و برم را نگاه میکنم. عزت باغبان هاشم در دور دست باغ دارد بیل میزند. پشتش به من است. مرا نمیبیند. سبو را که آب میکنم و میگذارم کنار روی زمین به سینه‌ام میخوابم. 2 دستم را جلو میبرم. کمپوزه را توی دستهایم میگیرم. بویش میکنم. نگاهش میکنم. دارد زرد میشود. طاقت نمیآورم. قایم میچسبمش. میگیرم. میکشم که از بند جدا شود. نمیشود. چسبیده است به بند. بغلش میکنم. میکشم. میبینم راحت آمد توی بغلم. بوتهش از ریشه در آمده. بوته بلند و خوابیده روی پشته کرد از ریشه در آمده. هرچه زور میزنم که بتوانم بند کمبوزه را از ساق جدا کنم نمی شود. چقدر سفت چسبیده. با دندان میافتم به جان بند که عزت مرا میبیند. کمبوزه را زیر پیراهنم قایم میکنم. سبو را بغل میکنم و میدوم. بوته دنبالم کشیده میشود. مثل تیر میدوم. میخواهم از سنگچین باغ بپرم آنور. بوته دراز لای 2 سنگ گیر میکند. میکشمش. سنگ ها بوته بلند کمپوزه را سفت گرفتند که آبروی مرا ببرند. عزت سر میرسد. فوش میدهد و دنبالم دویده است. وایس دزد پدر نامرد. کمپوزه را میاندازم. سبو به بغل میدوم. تا خانه میدوم. عزت سایه به سایه پشت سرم میآید. میپرم توی خانه و در را میبندم. عزت در میزند. ننه بابا میرود دم در. عزت کمپوزه را به ننه بابا نشان میدهد. میبینی پسر کاظم چی کار میکنه؟ کنده بود و داشت میبرد. دزدی که شاخ و دم نداره. و کرکو را میاندازد توی حیاط. بده کوفتش کنه. ببینه میتونه بخوره. قابل خوردن نیست. نرسیده. ننه بابا لال شده است. چیزی ندارد بگوید. عزت میگوید حیف بچه بیکس و بیمادری وگرنه خودم به حسابت میرسیدم. بزرگتری نداری که تربیتت بکنه. نمیگوید که توی راه یک پس گردنی و 2 تیپا به من زده است. ننه بابا از خجالت زیر آب و عرق میرود. چی کارش کنم؟ میگی چی کارش کنم؟ ببخشین. عزت که میروم سراغ کمپوزه برش میدارم. با کارت میافتم به جانش. پارهش میکنم. دندان میزنم. مزه ندارد. انگار خام است. کمی تلخ است. سفت است. دهنم بدمزه میشود. ننه بابا گریه میکند. آبرو برامون نذاشتی الهی که ذلیل بمیری. قرار بود برای مسجد سیرچ از کرمان بلنگو بیاورند. من و چند تا از بچه‌ها در مسجد جمع شدیم که ببینیم بلنگو چه جور چیزی است.
درست نمیتوانستیم اسمش را بگوییم. از سر و کوله هم بالا میرفتیم و میگفتیم پلنگو، چون اسم پلنگ را خیلی شنیده بودیم. بلندگویی که آورده بودند به درد نمیخورد. خیلی خیلی کوچک بود. بلندگوی رادیو بود. برق هم نبود که با برق کار کند. به کار مسجد نمی آمد. محمود فتح‌الله پسرعموی پدرم آن را ورداشت و برد خانه‌اش. همسایه‌مان بود. آدم واردی بود. سیمی از رادیوی خانه رخساره که آنور کوچه بود آورده بود و وصل کرده بود به بلندگو. بلندگو را گذاشته بود توی تاقچه اتاقش. شبها که رخساره رادیو می گرفت صدایش از بلندگو می آمد. می رفتیم خانه محمود فتح‌الله و رادیو گوش می کردیم. هر وقت رادیوی رخساره روشن نبود محمود می گفت برو بگو رادیوشون رو روشن کنن. می دویدم در خانه رخساره و می گفتم محمود سلام رسوند و گفت رادیوتون رو روشن کنین. اگر زورم می آمد که تا خانهشان بروم می رفتم روی بام و داد می زدم اوهوی رخساره رادیوتون رو روشن کنین. عاشق رادیو بودم و از شنیدن ساز و آواز و نمایش ها و قصه هایش سیر نمی شدم. سرم را می گرفتند، پایم را می گرفتند، می رفتم پای بلندگوی محمود. وقتی می خواستند شام بخورند محمود سیم پشت بلندگو را قطع می کرد و این یعنی هوشو برو خونتون. خیلی ها رادیو نداشتند و آنها که داشتند کلی برو بیا و اهن و طلب داشتند. پوز می دادند. شب که می خواستند به مهمانی بروند رادیوی گنده و سنگینشان را بغل می کردند. چراغ دستی بر می داشتند و می رفتند مهمانی که صاحب خانه هم رادیو گوش کند. آنتنش مکافاتی داشت. سیم بسیار بلندی بین دوتا چوب می زدند. چوبها را دو سوی بام می گذاشتند یا می بستند به درختهای گردو و چنار. سیم دیگری از میان آن سیم بلند پایین می آوردند و می بستند به رادیو. رادیو می خواند. وقتی کسی با رادیو به مهمانی می رفت می بایست سیمها، آنتن و چوبهایش را هم با خود ببرد. بچه ها چوبها را می گذاشتند سر شانه ایشان. مادر سیمها را می آورد و بابا رادیو را بغل می کرد که سالم بردنش کار هر کسی نبود. قبل از مهمانی 1-2 ساعت صرف درست کردن آنتن می شد. رادیوها هم خیلی بزرگ و سنگین بودند. باتریشان هم بزرگ بود. کمی از باتری ماشین کوچکتر. وقتی پای بلندگوی محمود بودم قصه هایش را گوش می کردم و می آمدم برای ننه بابا با آب و تاب تعریف می کردم. تلاش می کردم عین گوینده ها و هنرپیشه ها حرف بزنم که ننه بابا می خندید. عوض این کارا بلند شو برو سر درس و مشقت. اینقدر چپ و راست خانه محمود رفتم و پای بلندگویش نشستم. آنقدر سیم پشت بلندگو را قطع کرد و من باز از رو نرفتم و همین جور نشستم و عین کنه چسبیدم که صدای محمود و زنش و بچه هایش در آمد. ننه بابا گفت دیگه نمیخواد بری. خودم رادیو درست کردم. خشت صاف و روبراهی پیدا کردم. گذاشتم جلوم. خیلی زحمت کشیدم تا توانستم با میخ و سیخ نقش رادیو را روی آن بکشم. صفحه 4 گوش یک طرفش بکشم که عقربه داشت و مثلا ایستگاه ها و موجهای رادیویی را نشان میداد. زیرش هم پیچ کشیدم. یعنی نقش پیچ با سر میخ. پولی هم که از بنایی پیش دست استاد علی رحمان گرفته بودم دادم نخ خریدم. 2 قران دادم و کلی نخ گرفتم. 2 سر نخ را بستم به 2 سر چوب و نخ دیگری از میانش آویزان کردم. چوب ها را یکی بستم به شاخه درخت گردوی همسایه و ته یکی را هم کردم توی پیتی و دورش خاک ریختم. نخی که از میان آن نخ پایین آمده بود آوردم و بستم به پشت خشت. به خشت که نه، به رادیوی خشتی و شدم گوینده و قصه گوی رادیو. بچه های همسایه را جلوی رادیو می نشاندم و خودم می نشستم پشت رادیو. دست می بردم و پیچ رادیو را می پیچاندم و صدایم را می انداختم توی گلویم. قصه می گفتم. قصه هایی که از بلندگوی محمود فتح‌الله شنیده بودم. قصه هایی که آق بابا و ننه بابا برایم گفته بودند. از خودم هم چیزهایی می بافتم. چیزهایی که شنیده بودم و دیده بودم. شنوندگان عزیز، اینجا رادیو سیرچ است. ما در ایران هستیم. سیرچ در ایران است. سیرچ جای بزرگ و خوش آب و هوایی است. بهار که می شود جویها پر از آب می شود.
درختها سبز می شوند و شکوفه دارند. آب رودخانه زیاد می شود. بلبل‌ها از صبح خیلی زود می خوانند. بلبل‌ها عاشقند. وقتی چهچهه می زنند اشک می ریزند. اشکهایشان روی برگ درختها می ریزد. برگها از اشک آنها کت کت می شود. بچه های بلبل ها را می گیرند و می فروشند. آقای شیرازی از کرمان می آید و بچه بلبل ها را می خرد و با خود می برد. بچه بلبل هایی که تازه سر از تخم درآورده‌اند از قالهایشان بر می دارند. در قفسی می گذارند. پدر و مادر آنها می آیند. جلوی قفس به آنها دانه می دهند تا بزرگ شوند. وقتی بزرگ شدند می فروشند به آقای شیرازی که می گویند در کرمان کباب می فروشد. آنها که کبابی او را در بازار کرمان دیدند می گویند آنها را کباب نمی کند، بلکه بالای منقل کبابهایش قفس آنها را آویزان می کند و هر کس کباب می خورد صدای چهچهشان را می شنود و یکی از آنها را می خرد. بله شنوندگان عزیز، روستای ما خیلی خوش آب و هواست. بهار بلبل‌ها چهچهه می‌زنند. یک روز بلبلی که مادر بود به شوهرش گفت شوهر جان دلم می‌خواهد به کرمان برویم ببینم بچه‌های ما را که سال پیش برده‌اند کجا هستند، چقدر بزرگ شده‌اند. شوهر گفت ای زن ما کجا و کرمان کجا، تا آنجا برویم از گشنگی می‌میریم، راه دور است. مادر به گریه افتاد و گفت تو هیچ وقت ما را هیچ جا نمیبری. آنها با هم دعوا کردند. بچه هایشان قصه خوردند. شنوندگان عزیز، بلبل‌ها وقتی بهار تمام می شود می روند. تابستان و پاییز و زمستان نیستند. فکر می کنید کجا می روند؟ برای ما نامه بنویسید و بگویید که زمستانها کجا می روند که سال بعد بهار بر می گردند. شنوندگان عزیز، حالا برای شما ساز میزنم. دیریریم دیریم دیریریم دیریریم دیریم دیریم دیریم. بچه هایی که جلوی رادیوی خشتی نشسته بودند حرفهای مرا می شنیدند. خوششان می آمد و لبخند می زدند. کبرا دختر سغرا شنونده همیشگی رادیوی من بود. کبرا ریزه میزه بود ولی سنش از من بیشتر بود. مادرش سغرا که 4-5 تا بچه داشت و نمی توانست شکمشان را سیر کند هر کدام را پی کاری می فرستاد. 2 تاشان را فرستاده بود قالیبافی، کبرا را هم فرستاده بود خانه ما. ندیم ننه بابا بود. من که توی خانه بند نمی شدم و بزرگ شده بودم. ننه بابا کسی را می خواست که دم دستش باشد. خودمان به قول معروف آه در بساط نداشتیم. او هم سر سفره ما می نشست. ننه بابا می گفت خدا روزیش را می دهد. و بعد از کسانی می گفت که روزگاری توی خانه ما کار می کردند و سر سفره پروپیمانمان می نشستند که من آن وقت نبودم و ندیدم. از وقتی چشم باز کردم وضع همین جوری بود، نداری و سختی، همین آش بود و همین کاسه. فقط تعریف ها را می شنیدم و خانه بزرگ کت خدایی را می دیدم که زمانی تویش بیا و برویی بوده و پر از کلفت و نوکر. تک و توک شربتخوری پایدار، سبز و آبی و صورتی با نقش‌های برجسته و پیچ پیچ، قهوه خوری ها و دیگ های مسی، سینی برنجی بزرگ، جعبه 1000 پیشه که آستری مخمل سرخ داشت و برای فنجان ها و قوری جاسازی شده بود. یادگار روزهای خوب و پر رونق خانه که ننه بابا اینجا و آنجا قایمشان می کرد. تابستان است و من پیش دست اوسلی رحمان کار می کنم. اوسلی آدم خوبی است. تابستانها از گرمای شهداد می گریزد و می آید سیرچ توی خانه ما اتراق می کند. وقتی روی داربست بنایی گچها را از توی لاوک یا به قول ما تغار بنایی بر می دارم و توی دست کوچولویم می گیرم و دستش می دهم، دستهای کار کرده و پینه بستش را می بینم. دست راست یا چپش یادم نیست، یکی از آنها 2 تا انگشت ندارد. آها یادم آمد، دست راستش بود که 2 تا انگشت نداشت. هر وقت گچها را توی دست راستش می گذاشتم می دیدم که به چه زحمت و مهارتی گچها را می گیرد و به سینه دیوار یا به سقف
روی کاهگل‌ها می‌مالد و با دست چپ با ماله صافشان می‌کند. یکی دو بار هم پدرم را برده بود که کار کند. از بس با خودش حرف زده بود و سیگار می‌خواست و مستراح می‌رفت، عذرش را خواسته بود و به ننه بابا گفته بود این نمیتونه کار کنه، هوشو رو میبرم. غروب به غروب اوستا 5 قران میگذارد کف دستم. پولهایم را جمع میکنم. از صبح که میرفتم حواسم به کماژدان آبگوشت بود که زیر خلواره های آتش، زیر پهن آتش گرفته قلقل می جوشید و بوی خوشش حیات را بر می داشت. زن صاحب کار چای می داد، میوه هم می داد و شوهر چشمش به ما بود که وقت را هدر ندهیم. خودش تند و تند کار می کرد که ما یاد بگیریم و هی زیر لب می گفت یالا یالا. چقدر زمان دیر می گذرد. خسته شدم. ظهر نمی شود. سایه دیوار که روی خودش بیفتد ظهر می شود. می نشینیم زیر درخت، بغل حوض، بغل جوی، روی حصیری می نشینیم و نان تلیت می کنیم توی آبگوشت چرب و می خوریم. وقتی نان را با دستهایم می گیرم، زبری نان پوست نازک انگشتهایم را می سوزاند. گچ و خشت پوست دستهایم را برده است. خسته که می شوم آسمان را نگاه می کنم و بچه ها را. بچه های صاحب خانه را که پسر و دخترند. ریزه میزند و توی دست و پا ول می زند. کار می کنند. دخترک 4-5 ساله خشت ها را به زور بغل می کند و پای کار می آورد. نیرو می گیرم. به غروب فکر می کنم که اوستا 5 قران می گذارد کف دستم. 4 تا 5 قرانی جمع کردم. پولدار می شوم. نمی دانم با پولهایم چه کنم. شب دستها و بدنم درد می کند. پولهایم را که می شمارم دردهایم یادم می رود. مریض می شوم. گلویم می سوزد. کم کم ورم می کند. پوست زیر گلو تا نزدیک های گوشم پر از باد می شود. راه که می روم، تکان که می خورم، انبان پر از باد و درد زیر چانم می لرزد. اوریون گرفتم. خوابیدم. ننه بابا هی به من ختمی می دهد. ختمی گیاه دارویی است. با گلهای ریز و آبی و بنفش که توی سیرچ فراوان است. کاربرد زیادی دارد. هر کس مریض می شود اول ختمی می خورد. ننه بابا تند و تند ختمی توی آب می ریزد. آب می زند. ختمی ها آب را آبی و بنفش می کنند. مزه ندارند. ننه بابا تکه قندی توی آب آبی و بنفش می ریزد. آب ختمی که از گلویم پایین می رود، گلویم خنک می شود. شیرینیش زبان و گلویم را شیرین می کند. ننه بابا ختمی درشتی که به آن ختمی خبازه می گویند، خیس می کند و می ریزد توی دستمالی و می بندد به گلویم. حوصله‌ام از خوابیدن سر می رود. بلند می شوم. چند قدم که بر می دارم، سرم گیج می رود. پاهایم قوت ندارد. بر می گردم و می خوابم. ننه بابا زیر کوار برایم تشکی انداخته. روی تشک خوابم می برد. دست پیر و مهربانی تکانم می دهد. هوشو، هوشو، چطوری مادر؟ لیمو شیرینی که نمیدانم از کجا آورده قاچ می کند. نصف لیمو را توی دست لاغر لرزان و رگرگیش می گیرد و آرام آبش را می چکاند توی گلویم. چه مزه خوشی دارد. به ننه بابا نگاه می کنم. مهربانی تمام مادرها و زنها را در چشمهایش می بینم. دستم را می گیرد و می برد سر کوچه زیر درخت توت نجفعلی. آتش روشن می کند و مرا از روی آتش می پراند. زیر لب دعا می خواند. چقدر دلم می خواست مریض شوم. مریض که می شدم عزیز می شدم. عزیز بودن را دوست دارم. همسایه ها می آیند به احوال پرسیم. کسی با هم دعوا نمی کند. تو حال بیماری و درد پولهایم را می شمارم. هوشو پولاتو قرض میدی؟ عمود که اومد ازش میگیرم و پست میدم. پولهایم را زیر بالش قایم کردم. هی می شمارمشان. دلم نمی آید از دستشان بدهم. دوستشان دارم. چه چیزهایی که می توانم با آنها بخرم. اگر پولهایم را به ننه بابا بدهم نمی توانم به این آسانی پسشان بگیرم. ننه بابا پولامو کی میدی؟
نه ترس، پولاتو نمیخورم، میدم. خدا نکنه آدم طلبکاری مثل تو داشته باشه. حالم که بهتر میشود پیش دست اوس علی نمیروم، میروم ملا. پیش کلمم جعفر قرآن یاد بگیرم. تابستان که مدرسه تعطیل می شود چند تایی از بچه ها می آیند پیش او. پیرمرد کم حوصله و سختگیری است. شلوغی و خیال بافی و خنگی من با اخلاق او جور نیست. چند آیه از قرآن به سختی یاد می گیرم. پیشرفت نمی کنم. ملا با چوب می زند روی دستهایم. بلند می شوم و فرار می کنم. می روم لب رودخانه. توی پونه ها می خوابم و آسمان را نگاه می کنم. می گردم توی آبی آسمان بی ابر ستاره پیدا کنم. آنقدر با آسمان چشم می دوزم تا بتوانم روز روشن ستاره پیدا کنم. صدای پدرم می آید که ترانه می خواند. تا بودم سوزن دست تو بودم، خدا می دونه. میونه پنجه و دست تو بودم، خدا می دونه. کلمم جعفر دیگر مرا سر درسش راه نداد. ننه بابا می گفت عین باباتی. خدا آخر عاقبت تو به خیر کنه. خدا نکنه تو مثل اون بشی. کارات عین اونه. میترسم بدبخت بشی. شبها هی فکر میکردم. میترسیدم مثل پدرم دیوانه بشوم. قرآنمان قدیمی بود. ورق ورق شده بود. هر روز یکی از ورقهایش کنده میشد. ننه بابا ورقهای کنده شده را میداد به من که ببرم بگذارم توی زیارتگاه در کمرکش کوه. سفارش میکرد. التماس میکرد که یه وقت دستت نیافته تو جو روی زمین گناه میکنی. قرآن نفرین میکنه ها. بدبخت میشیم. ورق کنده شده را سر دستم میگیرم و از سینه کش کوچه و کوه بالا میروم. به ورق نگاه میکنم و میدوم. باد میآید. ورق را توی دستم میلرزاند. تنم میلرزد. میترسم بیفتد و بدبخت شویم. نمیدانم بدبختی چیست، چقدر است. فقط ازش میترسم. فکر میکنم بدبختی غول بیشاخ و دمی است که میافتد روی آدم و نمیگذارد تکان بخورد. مثل قصه ها. در پناه دیوارها میروم که ورق از ضرب باد در امان باشد. به دامنه کوه که میرسم باد تند میشود. زوزه میکشد و خاک و خل و خاشاک به سر و چشمم میپاشد. میترسم ورق را به سینه‌ام بچسبانم. پاک نیستم. ننه بابا میگفت پاک نیستی. چشمهایم را میبندم و از کوه بالا میروم. میدوم. باد ورق را از دستم میگیرد. توی هوا تاب میدهد و میبرد. دنبالش میدوم. کفش‌های پاره و خرابم از پایم در میآید. پا برهنه دنبال باد، دنبال ورق میدوم. روی سنگ‌های ریز و تیز، خارها و گورها میدوم. پیش باد التماس میکنم که ورق را بده. باد ورق را میبرد. میبرد توی باغ کل رحیم روی درخت انجیر زرد کنار برگ‌ها مینشاند. از درخت بالا میروم. ورق را از شاخه میگیرم. با طرز و احتیاط و احترام میبرم و میگذارم توی زیارتگاه. روی قرآنها و کتابهای دعا. نزدیک شمعهای نیمه سوخته، خاموش، ریخته، افتاده و رنگ به رنگ. شمعها را دوست داشتم. ننه بابا که توی زیارتگاه نماز میخواند کنار شمعهای روشن میخوابیدیم. انگشتهایم را روبروی شمعها میگرفتم. همقد شمعها میکردم. از بغل نگاهشان میکردم. نوک انگشتها بالای ناخنها شعله‌ور بود. انگشتهایم شمع شده بود. با سوختن و کوتاه شدن شمع یواش یواش انگشتم را پایین می آوردم. ننه بابا هرس می خورد. الله اکبر الله اکبر می گفت و دست تکان می داد که نکن، می سوزی.